سلام، واقعا ممنونم از اینکه پیج خودتون رو دنبال میکنید. خیلی ها علاقه‌مند شدن تو این فاصله به زبان آلمانی، شروع میکنن کامنت میذارن به فارسی برای من و اینکه از اینجا ازشون جا داره که حسابی تشکر کنم و اینکه بگم واقعا آلمانی اونجوری که فکر میکنید سخت نیستش و شروع کنید. یعنی واقعا برای هیچ وقت برای شروع کاری دیر نیستش. امروز ویدیوم در ارتباط با همون صحبت کردن هستش که حالا یه سری تیپ یا همون تیپ منظورم به آلمانی که یک ایده به شما بدم، یک راهکار بدم هستش. بچه‌ها برای من کامنت میکنن که خب ما پارتنر زبان آلمانی نداریم، چیکار کنیم؟ حالا چه آلمانی زبان، اگر آلمانی باشه که خب فبه، و اگرم داری به من حتما معرفی کن. فارسی زبان نداریم یا هر دومون در یه سطح هستیم، چیکار کنیم؟ بچه‌ها یک توصیه یا همون تیپ به زبان آلمانی، یعنی یک ایده، یک تیپ که من دارم به شما بدم اینه که شما شروع کنید به جمله ساختن. جمله سازی در زبان آلمانی یک هدف بزرگه برای اینکه شما شروع کنید به درست صحبت کردن، چون میدونید که گرامر زبان آلمانی هم خیلی مهمه. اینکه خب ما خود فارسی زبان ها اگر پس و پیش خیلی صحبت کنیم زیاد جالب نیستش. خب آلمانی هم گرامرش در مکالمه چرا مهمه. پس شروع کنید به جمله ساختن، جمله های ساده. انقدر بگید که چی بشه؟ ملکه ذهنتون بشه. مثلا شما صبح از خواب بلند میشید، خب اشته auf. خب این جمله رو شما یاد گرفتید، یعنی چی؟ من بلند میشم. حالا اگر بخواید ساعت بگید، میگید چی؟ اشته auf مثلا 8 Uhr. من در ساعت 8 از خواب بیدار میشم. همینو شما سعی کنید به این حالت این جمله رو فکر کنید، نه اینکه ترجمه کنید در ذهنتون. به آلمانی فکر کنید، یعنی چند بار اینو تکرار کنید توی روز تا اینکه یه جوری ملکه ذهنتون، حالا ما میگیم ملکه ذهنتون بشه. شروع کنید جمله دوم، مثلا ایش دوشه. خب دوش گرفتن میشه که همون دوشه، حالا یک فعل ساده هستش، میگه حالا من دوش میگیرم. خب اینو بعد برای دوم میگیم. سوم میخواید بگید که ایش کوخه. خب من آشپزی میکنم. بچهای سطح 1 میدونن که حالا کوخن به معنی پختن هست، پخت و پس هست. شروع میکنه میگه که چی؟ ایش کوخه. پس شد جمله سوم. اینو میخوام بگم که شما فعالیت روزمرتون یا همون ابلauفتون توی روز ببینید که چند تا جمله میشه. خب مثلا میگید که من فیلم تماشا میکنم. Ich schaue ein Film an. من یک فیلم تماشا میکنم حالا توی روز. خب Ich habe ein Pause. من یک سرگرمی دارم، یک اوقات فراغتی دارم بین حالا این تایم ها. یا Ich koche Mittagessen. من شروع میکنم نهار پختن. Ich putze. من تمیز میکنم خونمو. Ich checke mein E-mail. من شروع میکنم به چک کردن ایمیل ها. خب اگر شما اینا رو همه رو دسته‌بندی کنید میبینید که هول و هوش 10 تا جمله میشه. شروع کنید همینا رو به صورت ساده با خودتون تکرار کنید، انقدر که چی بشه؟ این میگم ملکه ذهنتون بشه. بعد یک توصیه دیگه، یک تیپ دیگه که دارم خدمتون این هستش که یک مجموعه رو برای زبان در نظر بگیرید. بچه‌ها هرگز و هرگز نرید سمت کتاب های مختلف، حالا فیلم های مختلف که اینقدر چه میدونم بمباران اطلاعات بشه، کم بیارید یا زده بشید از زبان، مخصوصا زبان آلمانی. اگر منشن میخونید با همون کتاب منشن پیش برید، حالا با استادتون. اگر اشتارتن ویر میخونید با اشتارتن ویر. هر کتابی که هست، اگر شقیته میخونید که من خودم خیلی کتاب شقیته، زبان آموزان من بیشتر با کتاب شقیته دارن کار میکنن، با همون جلو برید. این خیلی جوابگو هست. باز خیلی خوشحال میشم که نظرات شما رو هم در ارتباط با مکالمه حالا روزمره بدون پارتنر اگر نظری دارید ممنون میشم که اینجا برای من نظرتون رو بگید. ممنونم باز از حضور تک تک شما عزیزانم.